سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرچم، هستم به یه ویدیو جدید. خوش اومدید. امروز میخوایم براتون یه موزیک ویدیو دری از بچهای افغانستان، البته مقیم آمریکا، براتون پلی کنم. میگن آمریکا زندگی میکنن، حالا من نمیدونم کشور دقیقشون کجاست، ولی بچه تازه کارن، تازه شروع کردن. گروه سکانس خیلی خفنن، خیلی تعریفش شنیدم. روی موزیک ویدیوشون ریاکشن بریم هیچ معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. من یادتون نره که لایک کنید، کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب نکردی حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. برو بریم سراغ ریاکشن موزیک آن فایر از گروه سکانس. موزیک ویدیو آن فایر از گروه سکانس، بیتش هم که بلک روز بیتس، روز سیاه. چقدر شبیه BTS جان، خیلی شبیه گروه BTS. تا اینجا که داره انگلیسی میخونه. ولی شبیه BTS نیست، خیلی شبیه BTS میمونه. On fire. اینجا احساس کنم دری گفت. ساقی پای کارا. اینجا دری داره میخونه. آره خودی تو فانم سونی تو نسی. استایلشون هم خفنه. Do you love me baby, do you love me. یا انگه بودا love me baby, do you love me. ایوه اوه چشم خوناشام. شبیه کره میمونه. یه چی اینجا گفت. سرطان نیستیم، سرپا حفظیم. اینجور چیزا داشت میگفت. اینجا دیگه خود BTS. اینجا دیگه خود BTS. خیلی خفنه بیتش، فلاش هم عالیه. من خود آتشم. ایول یه بار دیگه. میدونی چه دریو میکس کرده با انگلیسی. مثلا یه تیکه دری میگه، یه تیکه انگلیسی میگه. من خود آتشم بات، اما مثل لایتر وای. دیدی؟ من خود آتشم اما لایتر وای. اینجا از لباس لباس محلیشون. ایول از انگشتان هم میبینی استعداد چی؟ از انگشتان میبینی استعداد. فکر کنم می که اندازه تعداد انگشتان استعداد میبینیم.
سرطان نیستیم ولی سر پا حفظیم. آها داره در مورد الکل این داستان ها میگه. I'm on fire. من روی آتیشم. من روی آتیشم دیگه، اینطوری میگی درسته. بچه ببخشید ای پوز میکنم و دیگه ریاکشن همینه دیگه، ای و پوز کنید توضیح بدی ای حرف بزنی. ولی اینجا خیلی شبیه بیتزه. خودی من مرسوانم دستانم دما بگو تو پاک دما بگو بگی فقط بگو رپ پرستارم. اینجا خیلی خوب اومد. دستانم دما بگو تو پاک دما بگو بگی فقط بگو رپ پرستارم. اما فایر برم کودی بگو کل چیز خودی من مرسوانم دستانم دما بگو تو پاک دما بگو بگی فقط بگو رپ پرستارم. اما فایر برم کودی جاکی ستر کل ببی اونو درم کد you know. چشمایم بلین داری گردن چین شده وقتی درینکینگ. This is a concept si چکه you know that I'm fire. Sta بالاتر با چارا let me take it higher. If you wanna miss I wish you all the best. But I'm fire. I'm on fire. Yeah. میگن این گروه توی آمریکا و تازه شروع کرده رپ و اینکه این اولین موزیک ویدیوشونه دیگه. بذار ضایع نشیم. آره اولین موزیک ویدیوشون بود، خیلی خفن بود، دوست داشتیم. اینکه بهتون خسته نباشید میگم، باعث افتخار بچهای افغانستان هم توی رپ جهانی، رپ بین‌المللی معروف بشن، رپ بین‌المللی بترگونن. بچه‌ها لینک اصلی این ویدیو رو میذارم، حتما برید از اونجا موزیک ویدیو رو کاملا بدون پوز، بدون صحبت‌های من گوش کنید، سرتون درد نگیره. و اینکه لینک اینستاگرامشون هم میذارم، حتما حمایتشون کنین، عالیه. بچه‌های رپ افغانستان اگر این ویدیو رو میبینن توی کامنت، اونایی که کار رپ میکنن مخصوصا کار رپ انجام میدن، حتما زیر این ویدیو کامنت بذارن چون باشون کار دارم. که پیج اینستاگرام هم اینجا میذارم، حتما اونجا دایرکت بهم پیام بدن. یه ویدیو خیلی خفنی با بچهای رپ افغانستان داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما کامنت بذارید. اگر چنل رو سابسکرایب نکردید تا حالا و منو برای اولین بار میبینید، حتما چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسات بیاد. دوست دارم زیاد. بوس بهت. تا ویدیو بعدی، پیس.